یکی از مواردی که به گرفتن ویزای شنگن شما کمک میکنه غیر از اسناد ملکی، مدارک شغلی معتبر و قابل استعلام، پرینت گردش حسابتون، یک کاور لتری هستش که شما روی پروندهتون میذارید. حالا این کاور لتر چیه؟ توضیح مختصری هستش که شما در اون به آفیسر میگید که چقدر میخواید در کشور مقصدتون بمونید، هدفتون از این سفر چیه، کی میخواید بازگشت داشته باشید و بتونید بهش اثبات کنید که شما بعد از پایان سفرتون به کشورتون برمیگردید. دقت بفرمایید که این دانلود کردن کاور لترها از گوگل یا چت جی پی تی هیچ کمکی به پروندهتون نمیکنه و شما هر کدومتون به مقتضای پرونده باید کاور لتر مخصوص خودتون رو داشته باشید. برای اطلاع بیشتر از شرایط گرفتن ویزای شنگن اگر سوالی داشتید روی واتساپ من پیام بدید، من خدمتتون هستم.